میگه حسن ایناند خود را رو جنازه مادر انداز شاعر اینجا شعر رو دارد گاد بابا مادر عجب بین کفن خوابیده یا از حسن و از حسین مادر ولی رنجیده میگه در این اسرار رو میگه دیدم بنده های کفن باش شد دستای زهراز میان کفن بیرون آمد حسنینش را در آغاش میگیم گاد جسم زهرا با حسن چون با حسن در برگرفت با ناله با مادرها آن دو یتیم سر گرفت میگه در این اثنا یک هاتف ردا کردن یا ابوالحسن ادفعهما عنها فلقد ابکیا والله ملائکة السماء یا علی جان بچه ها را از جنازه مادرش جدا کن به خدا تمام ملائکه به آسمان بگریه آمده امیر المؤمنین دارد منظره را مشاهده می نماید امیر المؤمنین میگه بچه ها را جنازه مادرش جدا کردن آی جنازه را شبانگاه حرکت دادن در قبرستان بقیع همین که اون جای که من دفن زهرای میبرد اول خود امیر المؤمنین میرود میان لحد یک خطاب غریبانه دارن احد زهرا رسید قلبش غم افسرده هست با حیف این زهرای من سن جوان مرده است با کن مدار آمین حد غمهای دوران دیده است با محسن 6 ماهش اندر رحمش مرده است بدن زهرا را دفن خاک میکنن طبق وصیت زهرا وصیت کرده بود علی جان هر وقت بدن مرا دفن خاک کردی من از بابایم رسول خدا شنیدم شب اول قبر وحشت و ترس دارن بالای قبر من لحظه قرآن تلاوت نما شاید به وسیله آیات قرآن خوف و ترس قبر از دل زهرا